خب سلام. امروز یک جلسه جدید از آموزش سری کسرها رو میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم و من تو این کلیپ قصد دارم براتون چند تا نمونه از این کسرهای طولانی رو حل بکنم که خودم اصطلاحا بهشون میگم کسرهای هیولا، که ببینیم وقتی با این کسرهای هیولا مواجه شدیم سر جلسه امتحان از چه روش و چه ترفندی باید استفاده بکنیم تا بتونیم حلشون بکنیم. و این کسرها چند نمونه هم هستن که یه سریشون یعنی به صورت پشت هم نوشته شده و تموم میشن، یه عدهشون هم هستن که از یه جایی به بعد 3 نقطه میذارن و انگار که یه دنباله سری کسر ادامه دار هست تا میرسه به آخرین کسر و تمام میشه. من امروز تو مثالایی که میخوام با هم دیگه بررسی بکنیم این دو نمونه رو با هم دیگه مقایسه میکنم و راه حلش رو براتون توضیح میدم و قصدمون این هستش که بفهمیم توی این سری سوال هایی که باشون مواجه میشیم کلا از چه روشی باید استفاده بکنیم و چه کار باید بکنیم که بتونیم ساده ترین مسائل حل بکنیم. من دیگه توضیحاتمو کوتاه میکنم و میرم مستقیم سر مثالی که باهاش سر و کار داریم. مثال اول همینطور که میبینید 1/2 به علاوه 1/6 به علاوه 1/12 به علاوه 1/20 به علاوه 1/30 به علاوه 1/42 به علاوه 1/56 هست. خب ما توی این مثال میتونیم از چه روشی استفاده بکنیم. اول از همه اینو بهتون بگم که ما یک روشی رو مد نظر داریم، اونم مهندسی معکوس هستش و ما سعی میکنیم توی این مسائل از مهندسی معکوس استفاده بکنیم. حالا مهندسی معکوس اصلا چی هست؟ بریم نگاه کنیم ببینیم چی. توی این کسی که به عنوان مثال اینجا نوشتم 1/5 منهای 1/7. ما یه همچین کسری رو بخوایم حل بکنیم، یعنی در واقع دو تا کسرن که تفریق بینشونه، میایم مخرج مشترک میگیریم دیگه. توی مخرج مینویسیم 5/7 و توی صورت اون چیزی که اون عددی که مخرج نداره رو ضرب میکنیم تو صورت. الان این مخرج ما 5 دیگه، 7 رو خودش نداره، 7 رو ضرب در 1 میکنیم میشه منهای این و 5 رو نداره. از توی مخرج ما که 5 ضرب در 7 هست، 7 خودش داره 5 رو نداره که میشه 5 ضرب در 1 به روی 5 ضرب در 7. خب این ساده ترش مساوی میشه با 7 منهای 5 به روی 5 ضرب در 7 که مخرج ما بود و در نهایت که میشه 2 به روی 5 ضرب در 7. این یه حالت عادیه، یه کسر بود، دو تا کسر که بخوایم از هم دیگه کم بکنیم. حالا مهندسی معکوس چی هست؟ مهندسی معکوس میاد برعکس این عملیات رو برای ما انجام میده. یعنی اینکه ما اگر بگیم 2 بر روی 5 ضرب در 7، یعنی این جواب آخر ما که به دست آوردیم مساوی میشه با 1/5 منهای 1/7. یعنی اینکه ما میایم نگاه میکنیم توی مخرج چی داریم؟ 5 ضرب در 7 شده دیگه، پس میایم مینویسیم 1/5 منهای 1/7. برای اینکه بهتر متوجه بشید به این یکی مثال هم توجه بکنید. 9 به روی 16 ضرب در 23. ما میایم صورتمون اصلا کاری نداریم باش، صورتمون رو میخوایم یه کاری بکنیم که 1 بشه، پس صورت کاری نداریم، فقط میایم دو تا کسر رو با حالت منها مینویسیم و اونم کسرایی هستن که صورتشون 1 و مخرجشون به ترتیب اون دو تا عددی هستش که توی مخرج این کسر هست. اینجا 16 و 23 هست که در هم ضرب شده، پس میشه 1/16 منهای 1/23. خب این مهندسی معکوس هست و اینکه ما چطور توی این مسائل ازش استفاده میکنیم. خب همونطور که تو مهندسی معکوس توضیحاتش الان نگاه کردیم، ما ضربا رو به منها تبدیل میکنیم با این عملیات. یعنی یک کسر داشته باشیم که تو مخرجش ضرب باشه، ما با استفاده از مهندسی معکوس میتونیم به دو تا کسر برسیم که بینش منها و این برای ما کاربردهای بسیاری داره. یه نمونهشو الان با هم نگاه میکنیم.
ما میایم این کسرایی که اینجا داریم رو به صورت ضرب می نویسیم. 1/2 میشه 1 به روی 1 ضرب در 2. اگر من اینجا بتونم از قلمم هم استفاده بکنم راحت تر میتونم توضیح بدم. 2 شده 1 ضرب در 2 همونطور که اینجا میبینید و به ترتیب 6 شده 2 ضرب در 3، 12 شده 3 ضرب در 4، 20 4 ضرب در 5، 30 5 ضرب در 6، 42 6 ضرب در 7 و 56 7 ضرب در 8. خب تا اینجا که ما اینا رو به ضرب تبدیل کردیم، خیلی کار سختی نبود. حالا اینجا مرحله بعدی اومدیم از مهندسی معکوس استفاده کردیم. تو مهندسی معکوس گفتیم که اگر ما یک کسر داشته باشیم که تو مخرجش ضرب 2 عدد باشه، ما میتونیم به حالت تفریق بنویسیم. یعنی اینو بنویسیم 1/1 منهای 1/2 که دقیقا اینجا اومدیم همین کارو کردیم. 1/1 منهای 1/2. تو بعدی چیه؟ 2 3 تو مخرج هست، پس می‌نویسیم 1/2 منهای 1/3. تو بعدی هم به همین شکل تا آخر که 7 ضرب در 8 است شده 1/7 منهای 1/8. حالا به یه نکته اگه دقت بکنید خیلی کار ما راحت میشه. بیاید این پرانتزا رو از بین ببرید توی ذهنتون. فکر کنید این کسرها همینطوری پشت سر هم نوشته شده. یعنی 1/1 منهای 1/2 به علاوه 1/2 منهای 1/3 به علاوه 1/3. تو همین روند اگر دقت بکنید همه کسرها با کسر بعدیشون ساده میشن. یعنی اینجا ما یه منهای 1/2 داریم و اینجا یک مثبت 1/2 داریم. این دوتا با هم دیگه ساده میشن. تو بعدی منهای 1/3 داریم و مثبت 1/3. دوباره منهای 1/4 مثبت 1/4. به همین ترتیب تا دقیقاً کسر آخر که هیچی نیست باهاش ساده بشه. کسر آخر ما منهای 1/8 هست و کسر اول ما هم 1/1 هست که با هیچی ساده نشه. پس می نویسیم اون چیزی که مونده 1/1 منهای 1/8. کل کسر بالا حاصلش شد این 1/1 منهای 1/8. و حالا اینو اگر بیایم مخرج مشترک بگیریم میشه 8/8 منهای 1/8 و در نهایت 8/8 منهای 1/8 میشه 7/8. دقت کردید که این مسئله به چه راحتی با استفاده از قضیه مهندسی معکوس حل شد. یعنی که شما فقط باید تو ذهنتون داشته باشید که این کسر اول رو چه بلایی سرش بیارید که بتونید ساده ترش بکنید. ما اومدیم اول به صورت ضربی نوشتیم، بعد اومدیم به صورت مهندسی معکوس تفریق دوتا عدد نوشتیم، تفریق دوتا کسر، و بعد دیدیم هر کسر با کسر بعدی ساده شد و خیلی راحت این کسر به این بزرگی و به قول معروف هیولا رو تونستیم حل کنیم. حالا میریم سراغ سوال بعدی. این از اون سوالایی که 3 نقطه میبینیم. 2 به روی 3 ضرب در 5 به علاوه 2 به روی 5 ضرب در 7 به علاوه 2 به روی 7 ضرب در 9 به علاوه یک عالمه کسر که ما اینجا تو این 3 نقطه است نمیبینیم به علاوه 2 بر روی 49 ضرب در 51. خب اینجا ما یه مرحله نسبت به سوال قبلی جلوتریم، چون سوال قبلی ضرب نبود مخرجا، ما اومدیم خودمون تبدیل به ضرب کردیم، ولی توی این سوال خودش به صورت ضرب نوشته. ما الان فقط و فقط کافیه از قضیه مهندسی معکوس استفاده بکنیم. یعنی بیایم چیکار بکنیم؟ این کسرها رو که به صورت ضرب هستن ما به صورت تفریق دوتا کسر بنویسیم و گفتیم که صورت هر چی باشه اصلا مهم نیست، ما 1 میذاریم. تو قضیه مهندسی معکوس خوبیش اینه که صورت ما 2 باشه، 100 باشه، 1000 باشه، ما میتونیم بنویسیم 1 که اینجا هم همین کارو کردیم. نوشتیم 1/3 منهای 1/5. 1/3 منهای 1/5 از کجا اومده؟ این مخرج ما 3 و 5 بودن دیگه، پس نوشتیم 1/3 منهای 1/5. تو بعدی چیه؟ 5 و 7. پس می نویسیم 1/5 منهای 1/7 و بعدی 1/7 منهای 1/9 تا 3 نقطه و آخری 1/49 منهای 1/51. حالا دوباره مثل سوال قبلی اگر دقت بکنید تو همه کسرها اینجا ما یه منهای 1/5 داریم، تو بعدی مثبت 1/5. اینا جمعشون با هم دیگه میشه 0 دیگه، قرینه همه.
منهای 1/7 مثبت 1/7. اینجا منهای 1/9 کسر بعدی هم اگر بنویسیم مثبت 1/9 و ادامه پیدا میکنه تا این پرانتز آخر که 1/49 ما اینجا داریم. توی کسر قبل از این که توی این 3 نقطه هستن ما اونجا یک منفی 1/49 داریم که اینا با هم دیگه ساده میشن و تنها 2 تا عدد برای ما میمونه، یه دونه این کسر آخر منهای 1/51 و یه دونه این کسر اول که 1/3 هست و در نهایت میشه 1/3 منهای 1/51. یعنی حاصل کل این کسر شد همین دوتا که اگر مخرج مشترک بگیریم مخرج مشترکش میشه 51 که 51 وقتی به 3 میرسه توی صورتش باید ضرب در چه عددی بشه؟ باید ضرب در 17 بشه، چون 17 ضرب در 3 میشه 51 دیگه و توی خود 51 هم باید ضرب در 1 بشه که این کار رو انجام داده و عدد آخر اونچه که به دست اومده 16/51 هستش و دیدید که این کسر هم که تازه حالت 3 نقطه هم ما بینش دیدیم به چه راحتی حل شد. فقط باید یه ذره ذهنتون رو به کار بندازید و از اون قضیه مهندسی معکوس استفاده بکنید و اینکه اصلا ببینید چه بلایی باید سر این کسر بیارید. اگر لازمه مثلا ضرب رو به منها تبدیل کنید یا منها رو به ضرب تبدیل بکنید، یه کاری بکنید که کسرتون ساده تر بشه و هی اعداد با هم دیگه خط بخورن، حالا به هر ترتیبی که هست، یا اصلا کم بشن یا تو قرینه هم دیگه ضرب بشن، تو معکوس هم ضرب بشن. یه بلایی بالاخره سر اون کسر بیارید تا بتونید خیلی ساده تر حلش بکنید. و اینکه یه توصیه‌ای که میکنم بهتون در این رابطه این هستش که اصلا نترسید وقتی همچین کسرهایی رو دیدید سر جلسه امتحان فکر کنید خیلی ظاهر هیولایی داره و خب سخته دیگه من الان نمیتونم اینو حل کنم. مطمئن باشید اگر یه ذره فقط وارد ماجرا بشید و ببینید دست به قلم بشید و شروع کنید به نوشتن میبینید که به چه سادگی قابل حل است. و میریم مثال بعدی رو هم با هم دیگه نگاه بکنیم. این مثال هم تا حدودی شبیه هست ولی یه نکته خیلی جالب داره. صورت کسرها رو اگر نگاه بکنید به ترتیب اعداد زوج با هم دیگه جمع شده و من براتون میخونم. 2 + 4 به روی 2 ضرب در 3 ضرب در 4 به علاوه 4 به علاوه 6 به روی 4 ضرب در 5 ضرب در 6 به علاوه 6 به علاوه 8 به روی 6 ضرب در 7 ضرب در 8 و یک مقدار خیلی زیادی کسر اینجا هست و رسیده به 18 به علاوه 20 به روی 18 ضرب در 19 ضرب در 20. خب ما میایم اول این اعدادی که توی صورت هستن رو با هم دیگه جمع میکنیم و جمع شدهش رو اینجا مینویسیم، یعنی اون 4 به علاوه 2 رو دیگه همین خود 6 مینویسیم، 4 به علاوه 6 رو خود 10 مینویسیم، 6 به علاوه 8 14 و کسر آخر هم 38. مخرج هم همونه که هستن رو مینویسیم فعلا، 2 ضرب در 3 ضرب در 4. ولی اگر یه ذره دقت بکنید میبینید که توی همه این کسرها عدد ما که تو صورت هست با عدد وسط مخرج ما ساده میشه. خیلی جالب، یعنی 2 ضرب در 3 ضرب در 4 این 6 خط میخوره با این 3 که کلا از بین میره، یک میمونه که میتونیم ننویسیم و به جای 6 ما فقط میتونیم بنویسیم 2 که تو مرحله بعدی اگه نگاه بکنید همین اتفاق افتاده. و به همین ترتیب توی کسر بعدی این 10 ما کلا خط میخوره و این 5 ما هم همینطور که 5 دوباره نابود میشه، یک میمونه و 10 دوباره میشه 2. 10 تقسیم بر 5 یه ذره این 2 کج و کولش. و تو کسر بعدی که 14 هست به همین ترتیب با 7 و جالبتر این که همه صورت ها تبدیل به 2 میشن، یعنی همهشون با اون عدد وسطیه که ساده میشن 2 میمونه. تو آخری هم 38 با 19 که ساده میشه 2 میمونه که اینجا نوشتیم. پس تو مرحله بعدی همه صورت ها اولا تبدیل شد به 2 و مخرج ها همشون عدد وسطشون رو از دست دادن. یعنی اگر نگاه بکنیم شده 2 ضرب در 4 مخرج اولمون، بعدی 4 ضرب در 6 6 ضرب در 8 تا 18 ضرب در 20،
یه جورایی اعداد زوج متوالی پشت سر هم هستن. و حالا ما میایم اینجا دوباره دیدیم به یک کسر رسیدیم که ضرب داره توی مخرجش و ما میتونیم سریع از قضیه مهندسی معکوس استفاده بکنیم. یعنی این قضیه مهندسی معکوس خیلی کار را بندازه، مخصوصا توی این سوالات کسرها. فقط باید توی ذهنتون گفتم داشته باشیدش تا به یه همچین حالتی رسیدید، یه همچین فرمی رو دیدید که مثلا چند تا کسره که ضرب داره توی مخرجش، سریع بگید من اگه بیام اینو با استفاده از قضیه مهندسی معکوس به یه سری کسرهای تفاضلی، یعنی از هم دیگه کم شدن، تبدیل بکنم، میتونم چیکار کنم؟ میتونم مثلا رو به راحتی حل بکنم. و ما الان اومدیم اینجا همین کار رو انجام دادیم. یعنی اینکه ضمن اینکه من اشاره بکنم توی این خط پایینی بین همه پرانتزها علامت به علاوه وجود داره که متاسفانه جا افتاده، یعنی این پرانتز به علاوه پرانتز بعدی شده و این پرانتز هم همینطور به علاوه پرانتز بعدی شده و این هم همینطور. خدا رو شکر تعدادشون خیلی زیادم نبود، من همینطوری با این قلم خودم اضافه کردم. خب بریم ببینیم اینو با استفاده از مهندسی معکوس بخوایم به تفریق دوتا کسر تبدیل کنیم چی میشه. گفتیم دیگه صورت مهم نیست چیه، ما صورت ها رو یک میذاریم توی استفاده از قضیه مهندسی معکوس و مخرج ها رو میایم میبینیم چه اعدادی هن، فقط از هم دیگه کم میکنیم، همین. یعنی 1/2 منهای 1/4 میشه این کسر، بخاطر اینکه تو مخرجش 2 و 4 هست. تو کسر بعدی 1/4 منهای 1/6 میشه. تو کسر بعدی 1/6 منهای 1/8. صورت رو دقت بکنید که 1 شده، صورت رو دیگه ما 2 نمی‌نویسیم. و تو کسر آخر هم اینجا این 3 نقطه هم هست، من این 3 نقطه هم این همچین حالتی می نویسم براتون که ادامه داره و رسیده به این کسر که مخرجش 18 و 20 است و ما می نویسیم 1/18 منهای 1/20. و دوباره اگر بیاید نگاه بکنید دیگه الان خودتون درصد قبل اینکه من بگم متوجه شدید که ما 1 منهای 1/4 اینجا داریم به علاوه شده با خود 1/4. این منهای 1/4 و مثبت 1/4 با هم دیگه خط می‌خورن. منهای 1/6 مثبت 1/6 با هم خط می‌خورن. منهای 1/8 توی این 3 نقطه، گفتم این 3 نقطه نیافتاده، توی این 3 نقطه دوباره ما اینجا منهای 1/8 داریم، مثبت 1/8 هم داریم و این مثبت 1/18 هم 100% قبلش یک منفی 1/18 بوده که با اون ساده میشه. یعنی اگر نگاه بکنید یه دونه منهای 1/20 کسر آخر برای ما موند، یه دونه 1/2 کسر اول که حاصل میشه چی؟ حاصل میشه 1/2، من اگه این بغل بنویسم 1/2 منهای 1/20. همین، تمام. یعنی اگر شما دقت بکنید توی این 3 تا سوالی که ما حل کردیم جوابا به صورتی که شما یه کاری میکنید که در نهایت فقط و فقط کسر اول میمونه و کسر آخر، یعنی با استفاده از قضیه مهندسی معکوس و این تبدیل ضربا به منها و خط زدن و ساده کردن این کسرهای اضافی که این وسط هست، شما میبینید که فقط و فقط کسر اول میمونه 1/2 و کسر آخر منهای 1/20. که مخرج مشترک هم بگیرید البته کسرتون در نهایت به 9/20 تبدیل خواهد شد. یعنی شما نگاه کنید چقدر ساده یه کسری که ظاهرش انقدر پیچیده است که توی مخرج 3 تا عدد فقط توی هم ضرب شدن و توی هر صورت 2 تا عدد با هم جمع شدن و شما تو نگاه اول ممکنه اصلا بگید که من این اصلا چجوری میخوام حلش بکنم، یعنی خیلی سخت براتون جلوه بکنه. ولی دوباره توصیه میکنم اصلا گول ظاهر این کسرهای هیولا رو نخورید. این کسرها واقعا جز ساده ترین سوالا میتونن باشن برای شما. فقط کافیه یه ذره فکر بکنید روش و سریع دست به قلم بشید برید تو دل قضیه ببینید که چی نوشته، صورت سوال چی هست و از شما چی رو میخواد.
و قضیه مهندسی معکوس رو سعی بکنید که همیشه گوشه ذهنتون داشته باشید. تو خیلی از این سوال ها که به صورت کسر هست، از این قضیه شما میتونید به راحتی استفاده کنید و سوالتون رو حل بکنید. ما اینجا توی این جلسه 3 تا سوال کسر از این کسرهای غول پیکر رو با هم دیگه بررسی کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این کسرها خیلی سادن و حل کردنشون اصلا کاری نداره. من به عنوان توصیه فقط بهتون میگم که این کسرها رو شما بدون اینکه جواب رو ببینید چند بار دیگه برای خودتون بنویسید، حل بکنید و همینطور مشابه این کسرها رو برای خودتون داشته باشید، روی کاغذ حل بکنید و باز اگر به سوالی برخوردین که براتون حل نشده باقی موند، من حتما در خدمت هستم، از من بپرسید، در اسرع وقت حتما پاسخگو خواهم بود. امیدوارم که این جلسه آموزشی براتون مفید بوده باشه و اگر احساس میکنید کسی نیاز داره به این ویدیو و میتونه کمکش بکنه، براش بفرستید و توی یوتیوب هم کانال منو سابسکرایب بکنید و اون عکس زنگوله هم بزنید که هر موقع من ویدیو جدیدی گذاشتم به اطلاعتون برسه. تا جلسه بعدی با شما خداحافظی.